هموطنان عزیز، میهمانان گرامی، باعث افتخار و سرفرازی ما تاجیکان، کل فارسی زبانان عالم و دیگر کشورهای حوزه فرهنگی نوروز است که از سال 2010 این جانب نوروز عجم در سطح بین المللی و با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده می شود. نوروز پیام حکمت آموز نیاگان شرافتمند ما از قرن 1000 ساله هاست که نکوترین و زیباترین آیین بودن و زیستن را به مردم تلقین می کند. در سرشت این جشن کهن بنیاد اجدادی، آرامش و آسایش، احیا و سازندگی، نظم و نظام در همه کارهای زندگی، وحدت و یگانگی، حسن تفاهم و توازن و همبستگی و هم آهنگی انسان و جمعیت و طبیعت تجسم یافته است. جهانی گردیدن نوروز امکان می‌دهد که اهل بشر به این پدیده نادر باستانی هرچی بیشتر توجه ظاهر نماید، زیرا نوروز و مضمون و محتوای آن خاص فقط قلمرو ظهور آن نبوده، بلکه سنت و عنعنای نیک و سازنده آن می توانند همچون عامل مهم همزیستی آسایشته تمام انسانیت خدمت کنند. با مناسبت این روز سعید و سنتی برای هر یک ما مقدس، تمام مردم سعادتمند و سربلند این مملکت، تاجیکان برون مرزی، فارسی زبانان دنیا و مردمان کشورهای را که این جشن باستانی را گرامی می‌دارند، اینچنین کل ساکنان ولایت سوخت و همه شما شرکت کنندگان ملاقات امروزه را صدقاً تبریک گفته به خاندان شما و هر یک ساکن کشور عزیزمان خرمی و خوشحالی نوروزی، فیض و نصرت بهاری و اقبال نیک و برکت روزگار آرزومندم. وقتی بلندی ملت ماست که بهار 24مین دولتداری ملی و جشن نوروز بین المللی را در فضای صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی و همراهی کل ساکنان مملکت تجلیل می‌کنیم. استقلالیت دولتی برای ما تاجیکان دستاورد بزرگترین و نعمت مقدسترین محسوب می‌شود. بنابراین رسالت هر یک فردی با آهنگ و ناموس و خرد و بزرگ مملکت از آن عبارت است که این نعمت عالی را از همه ارزش‌های دیگر عزیز و مقدس و بلند و گرامی داند. زیرا محض استقلالیت دولتی برای ما امکانیت آموزش و تحقیق گذشته ملت سربلند و تمدن سازمان را فراهم آورده، در سمت تحکیم دولتداری ملی، تشکل جامعه معاصر، از گذاشتن به سنت‌های والای اجدادی و بیداری واقعی فکری مرحله تازه آغاز نمود. حاضرین ارجمند، شهر خوجند یکی از شهرهای قدیمی تاجیکان و در عین زمان از جمله مرکزهای مهم صنعتی می باشد که در رشد بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و معنوی مملکت نقش مؤثر دارد. این شهر باستانی هنوز در دوره‌های قدیم در مسیر راه بزرگ ابریشم قرار داشته شرق و غرب را به هم می‌پیوست. خوجند در ابتدای عصرهای میانه دارای چندین انشاءات مدافعوی بود. کهندیز یعنی قلعه و رباط و شهرستان آن عنصرهای محوری شهرسازی آن دوره را تجسم می‌کردند. قلعه خوجند در طول 100 سالها
همچون رمزی مردانگی و دلاوری و خویشتنشناسی و وطندوستی تاجکان نام برآورده در حیث آزادی و حیات آسایشته مردم این قلمرو همچون استحکام با اعتماد نقشی مؤثر بازیده است. تاریخ پرفاجعه شهر در زمان حمله اجنبیان بخصوص ایستادگری اهالی وطن پرور خوجند با سروری تیمورملیک شجاع تا حال به نیکی یاد می شود. هرچند که شهر در این دوره به خرابزار تبدیل داده شد، ولی آن با عزم اراده قوی مردمی وطن دوست از نو برقرار گردیده به زودی رو به ترقی نهاد. بناکاری و ساختمان انشاءات مهمی خواجگیداری وسعت گرفته این روند باعث به وجود آمدن سلسله یادگاری های معماری گردید. دوره بعدینه ترقیات شهر را نه تنها از روی آبیده های تاریخی و بازیافت های نادر، بلکه از سطح تشکل انفراساختار نظام شهرداری، یعنی روند رشد دهات اطراف خوجند، به خوبی درک کردن ممکن است. مثلا در عصرهای میانه موضعهای کانی بادام و سامغار و خستیورز همچون پایگاهی اساسی رشد هنرمندی و کاسبی و به حیث موضعهای مهمی محافظت شهر تشکل یافته بودند. یادگاری های معماری خوجند نه تنها از صنعت بلند معماری نیاگان بشارت می دهند، بلکه برای آموزش جنبه های مختلف حیات مادی و معنوی دوره های گوناگون تاریخی مواد ارزشمندی را به اختیار عالمان و محققان می گذارند. موضعی که حالا ما و شما قرار داریم در ابتدای عصرهای نهم و دهم با دیوار و انشاءات زیادی مدافعوی احاطه گردیده، اندرون آن شماره زیادی آدمان سکونت داشت. از این لحاظ آبادی و زیبایی این موضع از دوره‌های باستان به اطراف و اکناف عالم پهن گردیده. خوجند با نام طراز جهان، یعنی عروس شهرها، شهرت پیدا نموده است. باید گفت که خوجند را نه تنها خاک زرخیز و کشتزار سرسبز، همچنین رود شاداب سیحون و میوه‌های شهدبار آن مشهور عالم گردانیدند. شهرت نام شهر خوجند بیشتر توسط فرزندان برومند، عالمان و عارفان و سخنوران ممتاز آن گسترش پیدا کرده است. منجم و ریاضیدان معروف ابو محمد خوجندی، طبیب حاذق نظرالدین خوجندی، عارفان و سخنوران ممتاز عمر ابن هارون، مهستی خوجندی، ضیاءالدین پارسی، کمال خوجندی، اینچنین ده‌ها دانشمندان و فاضلانی که فعالیت علمی و ادبی آنها بیرون از مرز کشور مورد اعتبار و احترام اهل علم و ادب قرار گرفتند، شهرت این شهر قدیمه تاجیکان را در اقصای عالم انتشار دادند. آوازه دانشمندی منجم و عالم نوآور و اختراعکار ابو محمود خوجندی در سده دهم تا حدی پهن گردیده بود است که او را به شهر ری دعوت نموده سرپرستی مکتب علمی آن شهر را تا آخر عمر به عهده او واگذار کردند. نقش و مقام ابو محمود خوجندی نه تنها برای رشد علم‌های دقیق، مخصوصا ریاضیات و ستاره شناسی بزرگ است، بلکه او در تربیت دانشمندان علوم دقیق سهمی نظررس گذاشته است. از اینجاست که عالم معروف ابو ریحان بیرونی او را استاد و راهنمای خود در عالم علم به قلم داده است.
در ردیف متفکران و عالمان ذکر شده، شاعر توانا و دانشمند عرفان و ادب مشرق زمین کمالالدین ابو احمد محمد معروف به کمال خوجندی، شیخ کمال یا خواجه کمال نیز از زمره پروردگان دامان پاک خوجند باستانی است که به اندیشه صاحب نظران تا زبان تاجیکی و شعر تاجیکی پابرجاست، آرامگاه او گلباران و روحش نورباران خواهد ماند. باعث افتخار اهل ادب و مردم تاجیک است که این شاعر آزاده و وارسته در محیط ادبی خراسان و ماوراءالنهر همچون استاد غزلهای سرشار از مهر وطن و وطنداری اعتراف شده. غزلیات او از لحاظ بندوبست ادبی و فصاحت و بلاغت در حد کمال قرار دارند و به صفت نمونه عالی آثار لیریکی ادبیات تاجیک و فارس شناخته شدند. گرچند قسم زیادی حیات خواجه کمال با سببهای سیاسی و اجتماعی در غربی یعنی در شهر تبریز ایران گذشته است، ولی او در همه جا با یاد وطن و یار و دیار عمر بسر می بود. هیچگاه زادگاه خیش خوجند باستانی را فراموش نمی کرد و با نام زادگاه و سرزمین اجدادی خود همیشه افتخار داشت. و بیهوده نیست که محبت بی پایان به وطن و صداقت و مرز و بوم مقدس اجدادی در آن مایه غزلیات این بلبل خوش‌الهام خوجند باستانی را فراهم آورده است. این مطلب را هر یک فرد تاجیک از غزل مشهور خواجه کمال از آوان مکتبخوانی در خاطر دارد و شاعر را نیز محض با همین مصرع‌ها میشناسد. آرزومند دیار خویشم و یاران خویش، در جهان تا چند گردم بی سر و بی پا غریب. برای همین شکرانه وطن کنیم، شکرانه این سرزمین اجدادی، شکرانه این آب و خاک وطن محبوب کنیم. شیخ کمال خوجندی در اشعار جاودانه خود با تکیه به بهترین عنعنه‌های اخلاقی نیاگان و ارزش‌های عمومی بشری، نیکی و نکوکاری، اخلاق حمیده، عدالت اجتماعی و دیگر فضیلت‌های پسندیده انسانی را با هنر عالی سخنوری ترنم کرده است. همزمان با این یک قسمی آثار گران ارزش خواجه کمال فراگیر مسائل پند و اخلاقی و دارای اهمیت بزرگی تعلیمی و تربیوی می باشد. اشعار کمال خوجندی با شکل و اسلوب شیرین و دلنشین، لطافت کلام و کمال معنی در تاریخ ادبیات تاجیک و فارس موقعی با سزا داشته، با سعدی و حافظ و جامی در یک موقع گذاشته می شود. بزرگی خواجه کمال همچون شاعر و انسان کامل در آن ظاهر می شود که او شعر را همچون وسیله افاده اندیشه های بلند عرفانی و غایه های گومانیستی خود استادانه استفاده کرده توانسته است. عارف حقشناس شیخ کمال این جهان را به شعری تر بگرفت. این جهان را به شعری تر بگرفت. عبدالرحمن جامی، دولتشاه سمرقندی و عده‌ای از دانشمندان دیگر او را یگانه روزگار و مقبول ابرار، مرجع خاص و عام، سرخیل اکابر ایام و کمال و کلام او را عالمگیر خواندند.
باعث قناعتمندی است که تا امروز جهت اجرای سپارش رهبر دولت دایر به آباد و زیبا گردانیدن مکان زیستی خواجه کمال اقدام‌های خیلی نظر است به انجام رسانیده شده‌اند. با سامان دادن این کار ثواب ما تا جای رسالت وارثی خود را در نزد روح پاک شاعر ادا نمودیم. با امر تقدیر کمال خوجندی در تبریز از عالم درگذشت و در آن سرزمین دفن کرده شد. محض با همین سبب زیارت مرقد او برای همه اخلاصمندان میسر نمی گردد. به نزدیکی قدر از خاک مزار او به زادگاه شاعر آورده شد و این اقدام گواهی واضحی بازگشت معنوی خواجه کمال به وطن خویش گردید. در شفت دریای سیحون بنیاد گردیدن مجموعه کمال خوجندی و از نو ترمیم و تجدید شدن باغ خواجه کمال بسا رمزی است. معماران و ساختمانچیان کوشش به خرج دادند که با رعایت عنعنه‌های معماری و شهرسازی این یاگان خصوصیت طبیعتی خوجند را در جریان بنیاد این یادگاری تاریخی به اینابت گیرند. جالب دقت است که هنرمندان و معماران در آرایشات بناهای مجموعه با احیای اسلوب اجدادی نقاشی و رسامی بنیاد عمارت و حولیداری سنتی همان اعتبار مخصوص دادند. درخش رنگ‌های داخل و بیرون بناها از آن شهادت می‌دهد که هنرمندان آرمان‌های ملی این یاگانمان و نمونه‌های برجسته فرهنگ عالم شمول تاجیکان را پیگیری نموده آنها را با ذوق و سلیقه بلند در نگارشات استفاده کردند. من در رفت دیدن، حالا نمیدانم شما دیدید ندیدید، لیکن من دیدن کردم، بعضا کمبودی‌هایی هست که از باستانشناسان وابستگی دارد. ما باید زمان کمال اوی کنیم، نه زمان حاضره. آن زمانی که کمال در خوجند باستانی زندگی کرده است، اینقدر مشکلی زیاد را طلب نمی کند. برای نسل‌های امروز و آینده بسیار بسیار مهم است. در کدام زمان کمال زندگی کرده است، در کدام شرایط و چگونه ایجاد کرده است که تا امروز همه ما افتخار میکنیم و استقبال میگیریم. مجموعه در اساس طلبات معماری و سرسازی معاصر ساخته شده. مضمون و محتوای آن افاده‌گر غایه‌های بلندی ملی میباشد. از یک جانب دریای سیر و از جانب دیگر قلعه خوجند خوجند و مجموعه تاریخی خواجه کمال مضمونی تازه میباشد. در بسیار شهرهای دنیا امروز من میبینم و شاهدم هستم که دولت‌ها پایتخت میسازند، مثل دریای سیر نه، سیحون نه، جیحون نه، صنعی آب میارند، یک کل، یک حوض بنیاد میکنند و این رمزی است. خود قلعه خوجند، خود زادگاه کمال جای زیست و این منظره دو طرف کوه و دریا، اینا با چشمان اهل زیاد دید، با قلب آنها از این بلندی قلعه در اینجا نشست و الهام آمد و ایجاد کرد. ادامه ایجادات کمال باید اهل زیای امروزه دوام دهد. این بهشت روی زمین است. این تنها یک سیحون نیست، یک دریا نیست. این آب است، این آبی آشامیدنی است، این حیات است، این زندگی است. آنچه که امروز در دنیا نمی رسد، آنچه که امروز در دنیا نمی رسد، میلیون ها کودکان و آدمان از نرسیدن آبی آشامیدنی هر سال از دنیا میگذرند. شکرانه این نعمت و این سرزمین اجدادی کنیم.
با استفاده از فرصت به استادهای هنرمند و همه آنهایی که در کار خیری احیا نمودن منزل استقامت خواجه کمال زحمت کشیدند اظهار سپاس می‌نمایم. همدیاران گرامی، یکی از رکن‌های اصلی نوروز هم آهنگی انسان و طبیعت محسوب شده. نیاگان ما از دوران باستان با کارهای آبادانی تازه و آزاده، نگاه داشتن طبیعت و محیط اطراف، سبزانیدن نهال و کبودیزار کنی محل زید اعتبار جدی می دانند. تاریخ شهادت می دهد که حتی در عصرهای میانه در قلمرو ماورالنهر تجهیزات و واسطه‌های آب و کاریز وجود داشتند و ساکنان از آنها در منزل استقامتی خود وسیع استفاده می بردند. چنانکه امروز شاهد شدیم در منزل خواجه کمال هنرمندان تاجیک با اصول اجدادی خط آب و کاریز را نصب کرده به این وسیله مدنیت بلند شهرداری مردم ما را معرفی کردند. تاجیکان از قدیم الایام عادت خیلی خوب داشتند که با تلقین کلانسالان هر عائله برای تأمین خود مواد خوراکی نیاز اول را ذخیره می کردند. چنین عنعنه این یک را ساکنان شهر خوجند نیز عملی می کردند و کرده ایستادند و در حوله کمال خوجندی موجود بودن خمهای پر از گندم، برنج و روغن و دیگر غذاهای اساسی روزگار دلیل معتمد این مطلب می باشد. وابسته به این بار دیگر خاطر رسان می نمایم که هر عائله باید ذخیره مواد غذایی نه کم از 2 ساله داشته باشد. چنانکه نیاگانمان در این جاده نمونه عبرت بودند. چند لحظه پیش ما پرده از روی مجسمه خواجه کمال برداشتیم. قامت افراختن مجسمه کمال خوجندی در این سلسله معماری بسیار رمزی بوده، از آرمان قلب حساس شاعر که همیشه در یاد وطن و زادگاه خود می‌تپید بشارت می‌دهد. طرح و ساختار مجسمه بازگوی صداقت و محبت و مهر و بی‌پایان شاعر به وطن اجدادی میباشد و با استفاده ذوق بلند طور قامت افراخته است که به نظر بیننده احساس شاعر بسا مؤثر و نشانرس بازگو می شود. دوستان عزیز، قابل ذکر مخصوص است که تاجیکان با شاعران و ادیبان خود همیشه افتخار می کردند و نام و اشعار بی‌زوال آنها در سراسر جهان ورد زبانها بود و هست. چند سال مقدم در شهر خوجند جشن 675 سالگی زادروز خواجه کمال با صمیمیت خاصه تجلیل گردیده. با این مناسبت کارهای زیادی به انجام رسانیده شده. با تشبث حکومت تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ترمیم و از نوسازی گردیدن مجموعه تاریخی و فرهنگی و فراغتی باغ کمال خوجندی از جمله همین کارهای خیر و ادامه اقدامات ما می باشد. با مقصد ارزشگذاری بر ارزش‌های ملی، تحکیم باز هم بیشتر افتخار وطنداری، روحیه بلند خویشتن‌شناسی، تربیت ذوق زیبایی پرستی، شناخت نقش و خدمت‌های شایسته شیخ کمال در تشکل مدنیت و فرهنگ جهانی پیشنهاد می‌نمایم که دایر به مسئله در سال 2020 جشن گرفتن 700 سالگی زادروز این سخنوری کم نظیر و آماده نمودن سندهای ضروری با کمیته عاید به علم، معارف و فرهنگ سازمان ملل متحد یعنی یونسکو تدبیرهای ضروری اندیشیده شود. یک جا تشکر. سلامت باشید. همچنین با در نظر داشت آنکه اشعار شاعر تا به امروز پورا نشر نشده است، ضرور می شمارم که دیوان کمال خوجندی در نشرات بهترین وطنی با صفت بلند نشر و دسترسی خواننده تاجیک گردانیده شود. حالا در شهر خوجند مؤسسه دولتی مرکز علمی کمال خوجندی عمل می‌کند.
عالمان و محققان مرکزی ذکر شده برای آموزش عمیق و همه‌جانبه شخصیت و میراث علمی و ادبی فرزانه خلق تاجیک کمال خوجندی یک سلسله کارهای علمی و تحقیقاتی را انجام دادند که برای نسل امروزه کشور خیلی پرمنفعت می باشد. وابسته به این ضرور است که کارمندان مؤسسه مذکور فعالیت خود را در همکاری زیش با عالمان و متخصصان مؤسسه‌های علمی پایتخت مملکت و دانشمندان خارجی وسیع برآ مانده برای بیش از پیش دسترس خوانندگان گردانیدن اشعار و آثار شیخ کمال عزمی بیشتر نمایند. با استفاده از فرصت مناسب یعنی حضور زیایان محترم میخواهم باز یک نکته را خاطر نشان سازم. ما با نام نیک با آثار ایجاد کرده بزرگان گذشته امان همیشه افتخار میکنیم. ایجادکاران ما یعنی اهل ادب و فرهنگ و عالمان و دانشمند امروزه ما نیز باید با استفاده از شرایط فراهم آورده دولت و حکومت مملکت اثرهای آفرینی باعث افتخار نسل‌های آینده گردند و نام نیک آنان نیز در صحیفه‌های تاریخ ملت برای صد سالها باقی ماند. همدیاران گرامی، با مقصد بنیاد مجموعه تاریخی امروزه قسم نظامی که سالهای سال در قلعه قدیمه خوجند جایگزین بود با جای دیگر کوچانیده شده. عسکران و افسران این قسم حربی با بنای علاوه 5 آشیانه تامین کرده شدند که دارای تمام شرایط ضروری می باشد. اکنون قلعه خوجند در ردیف آثارخانه ولایتی تاریخی و کشورشناسی، باغ فرهنگ و فراغتی کمال خوجندی و دیگر انشاءات استراحتی این موضع با آثارخانه تبدیل داده می شود. من بعد در پهنای بالای دیوارهای قلعه جای استراحت و فراغت مردم و میهمانان شهر ساخته می شود. اکنون کوهندیز، ارک و ریگستان شهر باستانی خوجند با پیوستگی آرامگاه رمزی، حولی شاعر، چارباغ، سرحوض و گلگشت‌های دلکشا با اصالت خود را آوردند و همه آنها یک جا مجموعه تاریخی، ادبی و فرهنگی قلعه خوجند نامگذاری می شود. شبهه‌ای نیست که آرامگاه و مجسمه کمال خوجندی قلعه خوجند ایوان‌های کنده‌کاری شده، همچنین آبشاران و فواره‌های خوشتر که با دستان هنرمندان شهر و ناحیه‌های خوجند و باجام غفور و اسفره و استرفشان آفریده شدند با زیارتگاه دوستداران کمال خوجندی تبدیل خواهند یافت. هموطنان گرامی، در این لحظه‌های فرخنده با افتخار میگویم که پاینده باد استقلالیت ملی و دولت و دولتداری ملتی که چنین ابرمرد را به جهانیان اهدا کرده است. بار دیگر تمام مردم شریف و سربلند ولایت سوخت از جمله ساکنان میهمان نواز شهر خوجند را به افتخار فرارسی نوروز بین المللی صمیمانه تبریک گفته به هر یک شما سلامتی، خانه آباد، بخت و اقبال و فیض و برکت بهاری آرزو می نمایم. همیشه سلامت و سربلند باشید همدیاران ارجمند. سلامت باشید. نوروزتان مبارک باشد.